هر کسی که انسان عادل باشد حتما گمراهی و جهل این انسان را درک میکند. و همچنین بنده میخواهم در این سبت خیانت این شخصیت را بیان بکنم، خیانت علمیش را، خیانتی که بر ملت کرده است، ملت اسلام، خیانتی که بر شما ای گوش کنندگان ابو محمد مدنی، خیانتی که برای شما یا بر شما کردگی هست. من میخواهم در این سبت این خیانت ها را آشکار بکنم. این خیانت ها فقط یکی از عالم را که 3 خیانت کردگی است در یک سبت. یک عالم را 3 بار خیانت کرده است در یک سبت، در مدتی 3 دقیقه یا 5 دقیقه 3 بار تهمت زده است و خیانت کرده است. این خائن است. این شما را فریب کرد و فریب کرده ایستاده است و گپ‌های عالم‌ها را برای شما دروغ میرساند. اکنون میگذاریم به مقصد اصلی. مقصد امروزه ما و شما بیان کردن تلبیسات، بیان کردن خیانت ابو محمد مدنی هست از قولهای عالم‌ها. بالخصوص امروز یکی از اون عالم‌ها را اختیار کرده هستم سخنهایش را که این خائن خیانت کرده است. این ابن باز است. درباره ابن باز چی تهمت‌ها و چی خیانت‌ها کرده است بیایید یک جا صوتی خبیثی این چوجه خوارج رو میشنویم. من نمیخوانم، این صوت خودی همین خوارج است. شما صوت آوازش را گوش کنید و اکران تلفنتون را دقت دید که این چی میخواند، دقت بدید. پس من بعد از خواندن این برای شما با تفصیل بیان میکنم. گوش باندازید که این چوجه چی میگوید. در فتوای ابن باز اومده است مجله اول صفحه 275 که ابن باز میگه فالذین يتحكمون الى شریعه غیر شریعه الله لا شك انهم يخرجون بذلك عن دائره الاسلام ويكونون بذلك كفار ظالمين فاسقين. انا این از سخن ابن باز و غیر از این سخنهای ابن باز در نزد ما هم صوتی آوازی و باز دیگر سخنهاشون زیاد است. ابن باز در این مسئله کتابی کامل نوشته است. پس این بود خوانده های ابو محمد. بیا برمیگردیم به اول کتاب. این کتابی که مجموع الفتاوا. مجموع الفتاوا از کی است؟ از ابن باز رحمه الله. ببینید ابن باز از ابن باز است. قسم چندمه؟ قسم یکمش. ببینید قسم یکم. بیایید به صحیفه که حالا ابو محمد تکفیری خواند به اینجا برمیگردیم. میبینیم که در اینجا چی چیزها گفته شدگی است و این ناکام چی خواند. ببینید ما رفتیم در صفحه 271 موافقی کتابی که به دست داریم. حکم الاحتکام الى قوانین الوضعیه مع وجود قرآن الکریم. این سرلوحش است و موضوعش است. اکنون ابو محمد که جا را خواند دقتید. ابو محمد اینجا را خواند، از اینجا شروع کرد و این را خواند، از اینجا خونده آمد. نه خوانده شنیدیم هممون تا اینجا را آمد و بس، تا اینجا را آمد خلاص. باز از کجا سر کرد؟ از اینجا سر کرد، رفت خواند تا اینجا و از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا همچنین خواند. انا میقدر ابو محمد مدنی تکفیری خواند و بس. اینجا رو چرا نخواند؟ اینجایی که حالا میبینید خطش نکشیدیم، چرا نخواندش؟ میدونید برای چی؟ به خاطر اونه که اینجا ضد عقیده، شرمنده میشید اگر اینجا رو میخواند. اینجا رو اگر میخواند شرمنده میشید. اکنون بیایید با یک بار دیگه صداشو گوش کنیم، صدای تکفیری را. باز نگوید که یکون کار کرده شما، نه بیایید یه بار گوش میکنیم. در فتوای ابن باز اومده است مجله اول صفحه 275 که ابن باز میگه فالذین يتحكمون الى شریعه غیر شریعه الله لا شك انهم يخرجون بذلك عن دائره الاسلام ويكونون بذلك كفار ظالمين فاسقين. اکنون دیدید این خواندگی کی بود؟ ابو محمد المدنی التکفیری الخوارج. این ابو محمد تکفیری اینجا را خیانت علمی کرد. چرا نخواند؟ خودش دیگرها را چی میگوید؟ این صفت اهل بدعت است که اینو کلمه را میخونند، کلمه‌ای که جمله‌ای که ضد اینو است اینو ترجمه نمیکنند. علامتی چی میگوید؟ گوش اندازه چی میگوید؟
این صفت اهل بدعت است که اینا کلمه را میخوانند، کلمه که جمله که ضد اینا است اینا ترجمه نمیکنند. خب پس تو کی هستی؟ تو اهل بدعت هستی؟ خب اهل بدعت که میگو اینها میخوانند و ترجمه نمیکنند، خواند و ترجمه نکرد اهل بدعت، تو نه میخوانی نه ترجمه میکنی، تو کی هستی؟ تو کی هستی ابو محمد اسکندر تکفیری؟ تو کی هستی؟ اهل بدعت هستی، اهل بدعت هستی. خودت خطا حکم کرد. الله سبحانه و تعالی را بزرگیش این است، حکمتش این است که شما خودتون با زبانهای خودتون را آشکار میکنید. دیدید ابو محمد مدنی تکفیری خوارج چقدر عباره را پرتافت؟ دیدید؟ الله اکبر. ای ابو محمد، با شاگردانت، با هم مسلکانت شرمنده ها شما بیا من یه راه تا نشان میتیم، بیا راه را خوب گوش کنید، خوب گوش کن. ابو محمد با شاگردانت همتون یک جا بیاد اکنون این یکم جواب، ولی با دویم هست، سهیم هست، ولی چند تا دیگه هست. ولی جاهلی تو را بیان خواهم کرد که تو چی طور مدینه خوندگی هستی، تو چی طور در اونجا در بین عربا خوندگی هستی، یک جاهل عربی را خونده نمیتوانی. انشاءالله من بیان خواهم کرد. با باز دکتر میشه تو، با دکتر میشه، نه دکتر میشوی؟ خودت گفتی نه؟ گوش کن. و حالا ما به دکتری تقدیم کرده هستیم، همین حال حاضر ما به دکتری تقدیم کرده هستیم و داریم دکتری میخونیم. اگر تو دکتر شوی، همین شما برین ها دکتر شدین، شما برین ها همه را جزیر کردید، به سواد عربی خونده نمیتونه دکتر میشیده است، عربی خونده نمیتونه دکتر میشیده است. الله اکبر. دکترها همه مردن، شما دکتر شوید. بیاید اکنون همه راه گفتگی ما بگیرید، کلندارا بیلارا تیار کنید، جوابا را خلاص که کردم. ابو محمد با شاگردا همتون برای خطانه گور کنید، تحقیق کنید، هیچ که نبینه دیگه. شرمنده ها، بی حیا ها، با ایزا نمیکشید، گپ میزنید، این قدر مردم فریب کردید، این قدر مردم گمراه کردید. شرمنده. اگر بجای یک انسان بناموس بشید دیگر گپ نمیزد. صوفیا وقتی که من غلط شو نمیقبیدم، شیطانی شو نمیقبیدم، میگریختن میرفتن دیگه، پیش من نمی اومدن. توی جاهلی، توی بناموسی، توی احمق، باز همه بروی سربستر میشوی. ای انسان خودت ندران، شرمنده میشوی. ای خوارج، ای تکفیری، آشکار کو، بگو تکفیری هستی، بگو که خوارج هستی. اهل سنت نگو خطا، انشالله آشکارت میکنم. ابن باز ای اهل سنتی و جماعت است، اما تو تکفیری هستی. ای ابو محمد دروغ نگو، ای پشتی نام ابن باز گپ نزن، تو دروغ میگی در حقش. ببین چند قدر دروغ گفتی، چند قدر بار را پرتافتی. شرمنده، بی حیا. برای گم شیخ خدا بگیره خطام گپ تامو صدقه حی زندگیت کنه، صدقه همون بچه‌هایی که ترا گوش میکنن، صدقه همون بچه‌ها شوی. بیچاره مهنت میکنن، زحمت میکشن، توی جاهل گوش میکنن. علم داشته باشی که بار علم بتی. ای برادران، ای گوش کننده های ابو محمد، شما دقتیه، علم دین است، دین تو نه جاهل گرفته که شیطان است، کتاب قدرش پرتافته است. ولی این یک تش است، ولی دوام دارد، ولی یک تش است.